فکر کنم این بازی جفتک بود این اولاق داره باش جزیره زیبای کشی مسابقه فوق العاده باها افتخارش چقدر مثل خودش نست از کی شروع کنیم؟ آقا حامد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و کلاه زیبا و نازنین و تقدیم حضورشون میکنه همیشه من جزه واسه چرا اینجوری من نمیدونم هر طرفی بری تهش باید درست میبشد بریم یه خورده جمع جورتر وایسین آقا یه خورده جمع جورتر آقا جمع جورتر وایسین که چیز برنامه آقای امینی آقای امینی آقای امینی سالار بوکس بدم برو همش همین بزن آقا مسعود نه نه خیر امیر زگو نشون لیاقتش نشستنه بود حامد نه این واقعا حامد بود این واقعا حامد بود این واقعا حامد بود نمیزنن همشون آروم میزنن سالار ندی بزن تاشو احسن دمش گرم امیر زگو نه جمع جور وایسین آقا که معلوم نباشه امیر زگو نه اینو بزن اینو که دیگه نمیشه بگم خب خودش بله آقا مسعود آقا مسعود نه، اینو دیگه آقا مسعود بزن حامد اشتباه نکن نه ای منی آقا گویم اول فضل امیر زگو توضیح بدن بلدی یاد میگیره حامدی امینی نه این دیگه قطعا سالار بود دیگه آره نمیدونم واقعا شورش دارم آقا امینی کی؟ مهین تاج کی؟ آفت کی؟ آقای امینی این چیزیه آوردی شورش شده هر آوردی حتی توضیح هم من ندام توضیح شدم توضیحه میترسم معلوم خدا شده میزنم امیر زمین میشه بیاین آقا پشت آقا یه خورده جمعی وایستی سالا سالار یه جوری دستشو کشید دیدم آقا مسعود نه بگو امیر زگو نه احسن احسن آقا حامد نه هرگز آقا حامد دید نه به خدا نه به خدا یا صاحب داره یا داور داره ما جا هویج که نیستیم که بزن نه آقا مسعود نه بلند گردنم شکست امیر زگو نه نه آقا حامد خدا که نه به خدا من تا حالا تو رو زدم نه امیر جان اونجا رو چیز کن آقای امینی 5 نفر دیگر رو اگر نگی بازی رو باختی احسن امیر زگو نه نه خیر نه کی بود آقا تو نخند آقا چیو گفتی به خدا من به خدا که نبودم نه. تا حالا من دروغ جان به دهن هستم. من اومده دوربین هست اینجا جای دروغ گفتن نیست که آقای حامد
تبریزی. به بلا نه این سه تا دو تا دیگه داری. نه دو تا دیگه نداره. دو تا دیگه. آقا علی وایسا یه جلو دوربین بیا یه دقیقه عقب چشم دیگه. آقا چشم. علی معلم. نه بابا ایمان. نه خدا نه. امیر زگور. علی معلم. نه به بلا نه. آقا حمیدی. آقا کار روشه. علی معلم. به بلا نه. وایسا فکر کنم این بازی علی معلم. آقای بازی توضیح داره. ببین اسم یکی یه بار میاره اگر نبود سری بعد نخیر چرا قبلشون منو بگو بشین بابا بشین بشین برای اینا بود در من نیست یعنی بشین. نه اونا اذیت نکن آقا معلم بشین عینک تو دارم. عینک تو دارم. من که میدونم وایسا عینک تو آقا توضیح بدم بعد بده من ببین هر کی اینطوری زد باید بگی اسمشو بلدی؟ این بازی ها رو بلدی؟ یه لحظه دوستانی که افراد زیر 18 سال کسایی که ناراحتی قلبی نارسایی قلبی ریوی کلیوی دارن از اینجا به بعد آقا بذار من یه چیز خدمت ما عرض نه، نکن ما آقا. عارضیم خودمون خدا وکیل اسم هرکی آوردم اگر بود واقعا باش مردونه درست بشه آخه اصلا ببین میدونستم میخواد چیکار کنی لگد نداریم که یه دونه یواش بزن آقا برگرد یه شورشو در آوردی صاف اینجا وسط آقا معلم صاف حامد تبریزی نه حامد تبریزی نه به خدا مهدی امینی بود دیگه این حامد تبریزی نه به خدا جفتک بود این اولاق داره باش بچه کسی اولاق چیز ببینیم پشت محمد علی پلی به حضرت عباس کار آدمیزاد نبود قسم بخورم آقا اسم بر حامد تبریزی بود نه به خدا باز به حامد- من چرا گیر دادی بابا چون میدونم تو این نه به جواب قرآن. می‌زنی. این حامد تبریزی بود کلاه بابا. شکست این کلاه کیه؟ حامد تبریزی نه بابا منو چرا بابا من که میدونم به این پنج ساله تمام شد نفر مهدی امینی بود مهدی امینی من اصلا تو رو نمیزنم بابا. این مهدی امینی بود این مهدی امینی بود من اصلا اینجوری نمیزنم. نه این مهدی امینی بود بالاتر نه اه، واقعا اسمشون فراموش کردم حافظم پاک شد کی این چیز بود بابا بذار قبلی رو بگم اول عجب خیلی سوال چیز بود آره اولی دوم تبریزی بود نه، من- اولیش هم مهدی امینی بود نه مسعود دمت گرم مسعود داشتیم ها من که اینجا مسعود اگر دیگه گذاشتم بری دستشویی بزن داداش بزن به تو میرسه بزن امین زگور بابا من بودم چرا اشتباه میگی؟ امین زگور بود این مهدی امینی بود نه بابا میکنم چیکار کنم. حامد داشت زود بگو آقا، اسمش- هر کی باشه به خدا میشونمش هر کی باشه میشونمش 3 2 1 حامد تبریزی بود نه. با لگد زد نه بابا خود چند کدامیشو نمیگم بیا تو نگرس یکی رو بگی نشوندمش برو مهدی امینی حامد تبریزی نه بابا نه بابا، من نمی‌دونم. مطمئن نکردم من به خدا داریم آروم بزنیم خدایش سر نوشتی بود آقا حالا بگو یا بار دیگه بگو. نه این مهدی امینی بود نه آقا. حامد تبریزی مهدی امینی این کی بود اینم که حامد تبریزی نبود قطعا درسته؟ منو هول دادن آقا بیا بشین اینجا حرف مفت نزن بیا بشین بیا بشین من بودم آقا تو من دعوت نیستی بشین آقا بشین توضیح بده باز من یه یه توضیح خدمتتون عرض کنم آقای تبریزی شما که اینجا نشستی به کلاه سفت کردی با لباسات هر کس اومد زد تو سرت میگی چی بود
تو؟ من که آروم زدم. نه میدونم آرامت هم دیدم و هر کی زد میگه کی بوده حالا بریم بچه‌ها جمع واسا آقای امینی؟ تو کوچه ما عروسی میشه آقای امینی نبود؟ همین سگو آقای زگل دین درین درین اینجوری میزنم حالا برای من اینجوری میزنم بلدم آقا بازی توضیح داره اینجوری نیست که بلدم کلا که سرت میذاری هر کی زد تو سرت داد توضیح بده حالا هر کی زد تو سرش باید بگه کی بود من نفهمیدم یه بار دیگه بگو. بابا کلا که تو سرش هر کی زد آقا رو تا این وری کن توضیح بده کی بود نشیدی بقیه آقا شما میشه موبایل نگاه کنیم ما برنامه‌ریزی کنیم؟ آره خیلی گوشتش تلخ از دستم اصلا کنم این آقا مسعود بابا دونه دونه دیگه ملقب بیا نگاه چه شیشه حامد میکنه میگه آقا مسعود آره آقا مسعود آقا مهدی امینی بود نه عزیزم نه اشتباه نکن این قطعا سالار بود نه قطعا نه گو بخورم حامد کسی جز حامد اینجوری نمیداره خدا نه خدا خدا احد و واحد دمت گرم رفیق من تا حالا کی تو زدم همین الان خدا من نبودم نیست حامد نیست من اینجام این خدا حامد بود آره این حامد بود آره نه ولی ببین یه بار اسم حامد آورد که اشتباه بود دست تو زدی من اینجوری این چیچیه آوردی شورشو در آوردی این چیچیه آوردی شورشو در سالار نبودم آقا معلم نه حواسم تو تو دلیه من اینجوری میزنم فلکس شد حامد ملقب چرا سالار منو گفت سالار دیگه حامد بریم گوشی گفتم بیا پاتو مچ کنم نه وارد بازی کسی نکنید به اندازه کافی تاوان دادم آقا مسعود بله لکس و ما رو غلام و ما رو یادم که تو گوشی گروه بود بالا بریم مهدی همین نه سالار دادم چی حالا کسی آقا مسعود میشه جلو رو فقط نگاه کنید دست من جلو هم بمونه نه بابا من چه مشکلی با من داری؟ اشتباه نکن نه میشه جلو رو شما فقط جلو رو اشتباه نکن اصلا سالا نه آقا سالا سایه شده سایه از کجا دیدی؟ میشه سایه رو دیدی سایه دوتاش هم سالا پشته پشت خدا اگه من زده باشم نه علی معلم بالاخره آقا معلم رو راضی کردیم که اینجا بشینه. من یه توضیحاتی میدم در رابطه با این بازی، شاید ندونم. شما اینجا نشستین، اگه اینطوری زدن، اگه درست بگین که میشینه سر جای شما. من خودم دیدم گفتم کسی قبول نکرد. حالا میخوام منی که هی بیا مردم شاهد بریم 3 این مسعود چیز بود، این امین زگول بود. نه امین زگول بود. حامد بود. نه لگت نزن. نه این خیلی بد بودی. باور کن اسمشون کلا فراموش کردم. چشام 5 تا می‌دادم. این آقا مهدی امینی بود. حالا بیشتر شبیه مثلا چی بگم با آجر زدم تو سره. این حامد بود. مهدی امینی بود. همین زگول یا حیف ما دشمن جنگه. من زدم. جنگ داستان من زدم. به خدا به من
سنگ دستم یا تعداد نفرات مهم نیست 50 نفر حریفم 200 تا سنگ گذار 200 نفر برات میزنم نه بازی آماده میجا بخندی میخنده برام آقا مهدی آقا من اینجا آقا مهدی دیگه من با من اینجا بشی خوبی بشید خدا من نیستم. هر لحظه منتظر یه اتفاق بدی آب مدنی بود آقا ما این بازی رو دوستانه تمامش کنیم. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردیم. قربون نگاه نازنینتون بشم. علی اونقدری با جنبه است که همیشه ما رو میخندونه. مطمئناً نمک کارهای ما علیه. بله و از این قصه جون سالم به در میبریم. مرسی که ما رو نگاه میکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب. اگر یوتیوب ما رو نگاه میکنید اگر چی رو خدا تمام بدنم درد میکنه این مثلا الان دوستانه تمام شد ضرباتی هم اینجا دیدم که نکن تو رو خدا دیگه تو کیک باکس عشق، قفله عشق. مرسی آقا از همینجا میبوسمتون. ای منو بوسید یعنی راضیه. به افتخار علی دست بزنید آقا. مرسی. عاشقتم قربونت مرسی.